سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. آقا ما امروز اومدیم کارگوهامون رو بفروشیم. روزیه که بونس خوردن همه کارگوها از شانس من. امروز قراره همه شونو بفروشیم و قراره نشون بدم که مثلا یکیشو قراره با هواپیما بفروشیم، یکیشو با کامیونا میفروشیم و یکیشو با قایقا و خیلی از روش های فروختن رو قراره توی این ویدیو نشون بدیم. آقا همونطور که میبینید ما 253 تا از 253 تا همه کارگاهامون پره. همونطور که میبینید میدیوم که من بهتون گفته بودم موقع 740 تا اینا بود، الان 100 1,470,000 کیه. اسمال هم که 240 کی بود الان 480 کیه که انصافا واسه بونس خیلی خوبه. و میرسیم به اصل کاره 4,880,000 کی، یعنی فوق‌العاده است. حالا تو اونم 2 تا اسپیشال آیتم هست که اون 2 تا اسپیشال آیتم خودش 600 یا 400 کاه فکر کنم. واقعا خیلی به درد ما میخوره. خب بریم شروع کنیم که از یکیشون بفروشیم. بچه ها من از اسمال شروع میکنم. این اسمال که کارگو اسمالمون است. الان میایم روی لپتاپ. وقتی اومدیم روی لپتاپ میتونیم 8 تایی بفروشیم، 3 تایی بفروشیم، ولی همش رو یه جا ما میفروشیم. خب مثل این که به ما فرودگاه رو داده. به به، الان ما باید بریم داخل فرودگاه و داخل هواپیمامون بشیم که کارگاهامون رو بفروشیم. خب بچه ها ما رسیدیم به فرودگاه. داخل فرودگاه همینی که الان میبینید یه هواپیما هست. این مأموریت اینطوریه که شما باید 10 تا جا برید و 10 تا جا کارگوها رو بندازید. انصافا کار ساده ایه، زیادم سخت نیست. اگه بخواد یه سختش کنه، همینطور که الان میبینی نوشته باید یه ذره چی میگن، زیاد نباید ارتفاع بگیریم. ارتفاعمون باید کم باشه. هر دفعه که ارتفاعمون میره بالا یه بیپ 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 میزنه که ارتفاع بالاست. مامورا میفهمن میان با جت پارت میکنن. خب ما باید خیلی مثلا زیاد نریم بالا و همینطوری آروم آروم بریم به سمت کارگاهامون. خب اینم از آخرین کارگومون. همونطوری که میبینید 480 کی بهم اضافه شد و نمیدونم چقدرم آرپی داد بهمون. خیلی آرپی داد. و الان میریم به سراغ یکی از کارگوهای مدیومون، بریم اونا رو هم بفروشیم. خب بچه رسیدیم به کارگوی مدیومون یا اما متوسط. همونطوری که هم میبینید داره اسپیشال آیتم من ندارم اینجا. الان من قراره همه اینا رو بفروشم. ببینیم چه مأموریتی قراره بده. قراره هواپیما بده، کامیون بده یا قایق بده. خب به همون قایق رو داد. بله، قایق هم یکی از راههای فروختن این کارگوهامونه. یه انصافا خوبه ولی یه ذره سرعت کارگومون کمه، زیادم دردسر نداره، کلا روی آبه. الان میرسم اونجا بهتون نشون میدم چطوری. همونطوری که میبینید این قایق است. قرار با این قایق بریم به یه قایق دیگه که کارگاهامون رو بفروشیم. با اون پله کجاست اینا؟ خب من ویدیو رو اسپید 2 میذارم تا برسیم به اون قایقه.
بچه این انیمی‌ها زیاد مهم نیستن، روشون زیاد تمرکز نکنید که حتما بکشیدشون. 2-3 تا تیر بزنید میافتن پایین، میافتن تو آب و دوباره یکی های دیگه میان اونا رو هم همطوری بکشید. بله کارگامونو فروختیم 1,470,000. خب بچه ها من میرم اون یکی کارگاه میدیوم که 3 تا دارم دیگه، اون یکی هم میفروشم، اون یکی رو دیگه ویدیو نمیگیرم تا برسیم به لارج. خب بچه ها من اومدم به کارگاه دومم، کارگاه میدیوم دوم دیگه. سوم یا ویدیو نمیکشم تا برسیم به لارج. خب آها همونطور که میبینید 3 تا بهمون کامیون داده. این کامیونا 5 تا وسایل توشونه که هر 5 تا وسایل رو یه جا میبریم. یعنی بعد این کامیونم هر جا که این کامیون 5 تا وسایل بردیم اون یکی کامیونم این وسایل ها رو میبریم. خب من ویدیو رو اسپیدش رو میبرم بالا. بله بچه ها اینم سومین کامیون. بچه ها اگه ببینید آب و هوا عوض شد، چون همه کامیون هایی که الان این دیدین همه این کامیون ها رو یه لوکیشن بردیم، همشون تو یه لوکیشن گذاشتیم و اومدیم. من برم اون یکی میدیومم بفروشم تا بریم سراغ لارج. از لارج هم که قراره از اسپیشال آیتم ها شروع کنیم. خب بچه ها میدیوم رو من فروختم، الان اومدیم به سمت لارج. از لارج هم قراره که اسپیشال آیتم هامون رو بفروشیم. بله کل اسپیشال آیتم های ما 440 کاه، خیلی هم خوب. 2 تا اسپیشاله، خیلی هم عالی. خب بریم اینا رو هم بفروشیم بعد بیایم سراغ کل این لارج. بله بچه ها همونطور که میبینید رسیدیم به جایی که این اسپیشال آیتم رو بفروشیم. من فکر کنم سومین بارم اسپیشال آیتم میفروشم. این ماموریتی که الان دیدم تازه بود، چون اون یکی ماموریت هایی که من رفته بودم فقط باید با هواپیما میفروختی. 2 تا اسپیشال آیتمی که اون موقع فروختم همش هواپیما بود. فکر کنم این تازه بود، اصلا این جلوم نیفتاده بود. خب بچه ها فروختیمش دیگه. بریم سراغ لارج که قرار خیلی پول به جیب بزنیم با این لارجه. بریم سراغش. بالاخره بعدی کلی سختی کشیدن قرار کل لارج رو بفروشیم. الان که میبینید از 4,880,000 اومده 251,000 به خاطر اینکه 2 تا اسپیشال آیتم ها رو ما فروختیم. خب بریم ببینیم قراره چه مرحله‌ای بده که اینا رو بفروشیم یا چه جوری قراره اینا رو بفروشیم. بریم. خیلی خوب به صورت کامیون قراره بفروشیم، خیلی هم عالی. ببینم قراره این اون قبلیه بفروشیم یا قراره کل این کامیون ها رو که الان میبینید ببریم فقط به یه جا دیگه. لازم نیست که هی بریم یه جا یه دونه کارگو بندازیم، الا کل کامیون ها رو میبریم به یه مکان. الان بچه میبینید درایور بونس داده. اون چیه؟ مثلا پولی که قراره بده 18 کام روش بونس میاد. چجوری قراره اینو بگیریم؟ هیچی، به جای تصادف نکنید. میبینید من چقدر دارم به آرامی رانندگی میکنم که میخوام تصادف نکنم، ولی جلوتر تصادف میکنم. ولی اگه تصادف نکنید روم پولتونم 18 کام بونس میاد. خب من اینجا رو میرم دیگه، فکر نکنم لازم باشه دیگه ببینید کلشو. من یه کات میدم. خیلی خوب بچه ها این از آخرین کامیونه. 2 تا کامیون رو بردیم، اینم از آخریشه. رسیدیم به آخر ویدیو. مرسی از این که این ویدیو رو تا آخر دیدین و این ویدیو رو واسه نگاه کردن انتخاب کردین. واقعا دمتون گرم. و یکی این که بچه ها موقعی که بونس نداشت اصلا سمت کارگو نیاد، کلن زرله به نظر من.
هم وقتگیره هم به درد نمیخوره. اگه بونس اومد واقعا ضرر نمی کنید، چون مثلا اگه 1 میلیون خرج کرده باشید 3 میلیون سود میکنید. ولی مثلا توی اورجینالش، یعنی همون بدون بونسش، شما 1 میلیون خرج کنید کلا همون 900 کی حالا میاد دستتون، حالا یه 100 کی هم ضرر میکنید. هر وقت بونس اومد برید سمت این کارگو، زیاد وقتتون رو روش هدر ندین. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.